שלום וברכה. نبوت، نبوءا با مثال ها بیان میشه. یعنی پیغمبر ناوی اون چیزهایی که در رویای نبوءا میبینه، بستگی که چه موضوعی باشه، چه چیزی باشه، یا کسی باشه، یا تصویری باشه، یا گفتاری باشه که به او گفته میشه یا برای او تصور میشه، معنی تمثیلی داره. یعنی درست مثل خواب میمونه. فقط فرقش با خواب نبوءا اینه که چگونه بیان شدن آنها با هم فرق میکنه. همونطوری که خواب بیان میشه با یک سمبل هایی و روانکاو ها با خواب انسان ها را وقتی میشنوند اونها رو معالجه میکنن. و جالبه اون چیزایی که انسان در رویا و خواب میبینه معنی خود اون موضوع یا شی یا اون شکل را نداره، بلکه اینها هر کدوم معنی دیگری دارند، تمثیلن، مثلا متافورن. یعنی بعضی ها مثلا خواب میبینند که این تعبیرش درست برعکس، یعنی خوب یک چیزی که میبینن در خواب ترساوره، ولی معنیش مثلا تعبیرش اینه که مثلا شما به علم و دانش میرسی، شما به ثروت میرسی، ولی نمیره در خواب نمیبینه که پولدار شده، در خواب نمیبینه که دانشمند شده، دانا شده، در خواب یک سمبولی میبینه. حتی در روانکاوی فروید هم که خیلی مدرن هست این معنی پیدا میکنه. خواب خیلی معنی و مفهوم داره در روانکاوی مدرن و میپرسن چه خوابی دیدی، اون مرکزیت اون خواب اون سمبل را میگیرند و روانکاوی میکنن، ببینند محرومیت های این آدم چیه، مشکلاتش چیه، از چی زجر میکشه در ناخودآگاهش، میتونن او رو معالجه کنند. نبوءا هم اصولا انبیا، نبیین خود مسئله رو در رویا نمیبینند، بلکه اونها هم یه مسئله میبینند که معنی لغتیش حتی ممکنه یه آگاهی خاصی داشته باشه و منظور اون خود اون مسئله نباشه. مثلا دانیل حیوانات رو میبینه و چند نوع حیوان مختلف میبینه که این سمبل ابرقدرت هایی است که در تاریخ میان و دنیا را تسخیر میکنند و تصرف میکنند و میجنگند و هجوم میارند و حمله میکنند، کاری که خب حیوانات هم میکنند. یرمیا در رویا چه میبینه؟ یرمیا یک دیگ جوشانی میبینه و خداوند بهش میگه میدونین دیگ جوشان چیه؟ یعنی که دنیا در معرض یا بهتر بگیم خاورمیانه اون زمان یا کشور اسرائیل اون زمان در معرض یک سیر، یعنی دیگ جوشان، یک تحولات داغ و آتش و ملتهب و خطرناک قرار داره. خالی یه دیگ آدم در رویا میبینه کجا ناوی و اون اتفاقاتی که به صورت تحولات شدید و نگران کننده و همراه اضطراب و جوشان و غلیان و جنگ و تصرف و اینها معنی میده. یحزقیل در رویا میبینه که داره توماری را میخوره. زکریا چراغ‌ها را میبینه که مظهر نور، مظهر موفقیت، مظهر چراغ، مظهر موفقیت، مظهر
نبوت مظهر نبوآست، دیدن نور و چراغ. یا زکریا جای دی اسب میبینه، کوه میبینه، اما اینا این معنی های دیگری دارن، همونطور که تو خواب هم همین مفهوم است. اما بعضی مواقع آدم معمولاً خوابی که میبینه ندرتاً البته تعبیرش رو هم توی خواب میفهمه، اما ناوی حتماً رویایی که میبینه، اون ماجرایی که دیده میشه، اون تمثیلی که میبینه، اون تصویری که میبینه، معنی و مفهومش رو هم میفهمه در نبوءا که معمولاً در خواب نمیبینند. خواب باید بیدار بشند. اگر خواب واقعی بوده باشه یا خوابی باشه که روانکاو ها میگن معنی مشکلات داخلی انسانه، باید بره دکتر، روانشناس یا معبر براش تعبیر بکنه. و کی تعبیر میشه؟ وقتی بیدار میشه. اما ناوی، پیغمبر، تو همون رویا، تو همین خوابش تعبیرش رو هم میفهمه، معنیش رو هم میفهمه، چون این نبوآست، این دیگه خواب نیست. و ما میبینیم حتی زکریا و چون در درجه پایین نبوایی بوده، در زمان تقریبا ویرانی یروشالیم بوده، یک چیز در رویا میبینه و معنیشو هم نمیفهمه، استثناء نمیفهمه. و بعد به اون فرشته‌ای که با او حرف میزنه میگه که فرشته میگه فهمیدی معنی این چیه؟ گفت نه نمیدونم، تو به من یاد بده. و به او بهش یاد میده. پس تمثیل های نبوایی که ناوی میبینه 90% در همون رویای نبوات چی میشه؟ برای ناوی تعبیر میشه، تفسیر میشه و بیان میشه. یک فرق دیگری که بین نبوت و خواب وجود داره اونه که انسان وقتی خواب میبینه فکر نمیکنه که خواب میبینه، فکر میکنه بیداره. وقتی بیدار میشه میفهمه که خواب بوده، ولی وقتی خواب میبینه فکر میکنه داره بیداره و این اتفاقات واقعا داره میفته. بعضی موقع خوابهای ترسناک میبینه، بیدار میشه قلبش داره تون میزنه. چرا؟ چون فکر میکرده که واقعا بیدار و اینا واقعا داره اتفاق میفته و فکر میکنه که بیداره. اما ناوی میدونه، وقتی که اینها را میبینه میدونه که الان خوابه، میدونه که الان در نبوء قرار داره، میدونه که این اتفاقی که داره میبینه واقعیت عینی نداره، تمثیلیه. خیلی جالبه. یعنی میدونه که الان خوابه، در رویاست، داره نبوء میاره. اینا میدونه. مثل خواب نیست که فکر بکنه الان خوابه، الان بیداره. نه، میدونه که خوابه، میدونه که داره نبوء میاره. و این در همون رویاش هم بهش یاد میده یا میفهمه که معنی اون خواب، معنی اون رویا چیه. و اون مسئله خیلی اهمیتی داره. یکی از فرق‌های دیگه هم اینه، آدم خواب میبینه، خب 90% خوابا رو ما یادمون میره. خیلی وقتا یادمون میره که خواب دیدیم، مگر خوابی که خیلی تکان دهنده باشه، خیلی مهم باشه، تاثیرگذار باشه، یادمون بمونه. در صورتی که مثلا ناوی در رویای نبوء خداوند باش حرف میزنه و اینا رو میگه مثلا برو به مردم بگو، و وقتی صبح بیدار میشه ناوی، اونقدر این نبوء قویه که مثل این که وقتی بیدار میشه تمام گفتار خدا در قشنگ در حافظش هست، در مخیلش هست، در تصوراتش هست و یکی یا خودش مینویسه یا به کاتبش میگه که بنویس. و این مسئله است. بله، ناوی برعکس خواب، کسی که خواب میبینه میدونه که داره الان نبوء میاره،
اما آدمی که خوابه فکر میکنه که الان بیداره و این اتفاقات داره واقعا میفته. و جالبه که وقتی ناوی یک چیزی به اون نشون میدن، فرض کنید که خداوند به یرمیا میگه یرمیا چه میبینی؟ میگه مکل شاغد انی روه. میگه من یک چوبی از بادام از درخت بادام میبینم. شاکد یعنی بادام. بعد خداوند بهش میگه بله درست دیدی، خوب دیدی که شوکت انی الدوارای لسوتو. همونطوری که تو شاکت دیدی، میدونید شاکت یعنی بادام، اما از ریشه شکیدا به معنی اهتمام، سعی، کوشش، تعجیل در زبان عبری مترادف ریشه فعلی کلمه شاگرد که یه معنی بادام هم میده که میگن بادام خیلی زود میوه میده. اولا خود درخت بادام خیلی زود میوه میده. اما منظور این که خداوند به ناوی نشون میده که عصایی از درخت شاکد میبینه، از درخت بادام میبینه، معنی شاکد فقط بادام نیست، یعنی سعی کردن، عجله کردن. یعنی خداوند به ناوی میگه بله من این چیزا که قرار اتفاق بیفته و من قرار بابل بیاد و کشور بابل و کشور اسرائیل حمله بکنه، به خاطر اینکه من از دست قوم اسرائیل ناراضیم، خیلی من شاکدم، من خیلی مصممم، خیلی عجله دارم و انجام خواهم داد. مثل بادامی که زود میوه میده، گفته منم به زودی محقق میشه، انجام میشه. یعنی کلمه شاکد که اینجا آمده یه معنی تمثیلی دیگری داره، مثل رویا، مثل خوابها. اما جالبه که این اتفاق فقط در زبان عبری هست. زبان عبری رو ما یک زبان قراردادی نمیدونیم. زبان تورا زبانی است که ما معتقدیم از طرف خداوند این زبان داده شده و آدم‌هاشون به این زبان صحبت میکرده. در تورا تمام اسمها معنی و مفهوم دارن، یک چیز قراردادی نیستن. تو خود اسم یه اتفاقی افتاده که به خاطر اون اتفاق اون اسم گذاشتند. رئوبن ببینید که پسر است. خوا اسم او را آدم اسم او را خوا گذاشت کی هو ام کل خی، زیرا او مادر همه زندگان است. خی، خوا از خییم میاد، از زندگی میاد. زیرا او مادر همه زندگان است. تمام اسم بدهیاس مشه را مشه گذاشت که مین همه مشیتی هوک، زیرا از آب کشیدن. مشه از ریشه از آب کشیدن، خارج شدن هست. زبان تورا زبانی است که کلمات، اسمها معنی دارند، قراردادی نیستند. میتونن معنی مفهوم خاص خودشان داشته باشن. رویا نبییم هم همینه و این مسئله فقط در زبان عبری وجود داره که مفهوم و معنی کلمات میتونه خیلی معنی تمثیلی به و معنی متافوری خاصی داشته باشه. و البته مفهوم شباهت خواب و نبوه بسیار بیشتر از اینه و برای که مسئله کمی پیچیده هم نشه فعلا به این مبحث همینجا پایان بدیم. بله میگن خواب 1/60 نبوه است.